میگیریم. 1998 ما به اهواز که در جنوب ایران واقع شده رفتیم تا در یک کنفرانس دانشجویی شرکت کنیم. حدود 40 دانشجو با اتوبوس به شهر اهواز در جنوب ایران رفتن. هم کنفرانس داشتن و هم بعدش مسابقه که مریم در مسابقه اول شد. ما نیمه شب اهواز رو ترک کردیم. هوا بارونی بود و توی راه بازگشت اتوبوس از جاده منحرف شد و افتاد توی رودخونه و تعدادی از دوستانمون کشته شدن. در تاریکی راننده نتونست جاده رو درست ببینه و اتوبوس هم متاسفانه توی دره بزرگی افتاد و خیلی از دانشجوها در جا فوت کردن. مریم و رویا هم توی اتوبوس بودن. رویا نیاز به چند جراحی داشت. بنابراین من چند شب در بیمارستان گذروندم. کبدم آسیب دیده بود و نیاز به جراحی داشتم و 2 نفر دیگه هم بودن، کیا و ایمان. مردم می اومدن و منو ملاقات میکردن و حالم رو میپرسیدن و مریم هم یکی از اونا بود. خیلی احساساتی شده بود و من اصلا نمیدونستم چرا. ولی بعدش فهمیدم که اون فکر میکرده که من فوت کردم. تعداد دیگه از دوستای ما توی بیمارستان بستری بودن و ما دوست داشتیم سریع بدونیم که چه اتفاق افتاده. خیلی لحظات سختی بود. من تا تهران گریه میکردم چون که واقعا تعدادی از بهترین دوستای ما توی اون اتفاق فوت شده بودن. بنای یاد بود برای قربانیان تصادف دانشگاه صنعتی شریف. این برای جامعه علمیمون فقدان بزرگی بود که ما هرگز فراموش نمی‌کنیم. اون موقع اینطور فرض میشد که اگر شما بهترین دانشجوی کلاس بودید و میخواستید درستون رو ادامه بدید و دکترا بگیرید، باید کشور رو ترک میکردید. پروفسور شهشهانی به ما پیشنهاد کرد که برای افزایش شانس گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های خوب هر کدوم دانشگاهی رو انتخاب کنیم که بقیه انتخاب نکرده بودن. مریم هاروارد رو انتخاب کرد و منم MIT رو، چون می‌خواستیم به همدیگه نزدیک باشیم. در پاییز سال 1999 من تماسی از پروفسور جوهریس داشتم که یکی از اعضای کمیته پذیرش در دپارتمان ریاضی بود. اون با من تماس گرفته بود که بپرسه از مریم میرزاخانی چیزی میدونم یا نه، چون مریم برای پذیرش در دانشگاه هاروارد درخواستش رو فرستاده بود. کامران وفا به من زنگ زد و گفت تو واقعا در مورد توصیه‌نامه‌ای که به مریم دادی مطمئنی؟ چون اونا در حال تحقیق برای دادن پذیرش هستند. اون به من گفت که ما باید انتظار چیزای عالی از شما داشته باشیم و من به خاطر این اطمینان تا حدی غافلگیر شدم. معلوم شد 5 نفر از دانشجوها در انتخاب اولیشون پذیرش شدن. تریسته، ایتالیا. ما برای گرفتن ویزا چند ماهی رو در ایتالیا گذروندیم. این سفر گروهی باعث شکسته شدن مرزهای رسمی بین ما با همدیگه شد و مریم که همیشه در 5 سال دانشگاه برای ما خانم میرزاخانی بود، تو این سفر تبدیل شد به مریم. کمبریج، ماساچوست. من فکر میکنم داستان زندگی مریم میرزاخانی چیزی شبیه داستان زندگی منه. داستان زندگی دختری از کشورم در دنیای واقعی. زندگی کردن یه دختر به صورت مستقل و تنها در کشوری، اونم وقتی که از یک کشور دیگه با فرهنگ و سنت‌های متفاوت اومده باشه، یه چالش خیلی بزرگه. از اجاره کردن خونه تا پرداخت قبضا و مدیریت مالی کارت‌های اعتباری، اینا چیزایی هستن که تا قبل از اون ما هرگز باهاش برخورد نداشتیم. شما عادت به صحبت به زبان مادری خودتون رو دارید. توی کشور دیگه شما فکر می‌کنید به زبان خارجی خیلی مسلطید، اما وقتی میرسید متوجه میشین اونطوری که شما فکر می‌کردید نیست. این اولین باری بود که به آمریکا رفتیم و من هیچ چیزی در مورد شهر و دانشگاه نمیدونستم. یکم نگران بودم، اما به محض اینکه رسیدیم تمام نگرانیام برطرف شد. مریم به هاروارد رفت و رویا هم به MIT. برای همین هر دوشون تو بوستون بودن و دوستیشون در بوستون ادامه پیدا کرد. من بعضی وقتا به بوستون میرفتم و این دو دوست رو ملاقات میکردم. اونها جدایی ناپذیر بودن. من هر وقت مریم رو میدیدم رویا باهاش بود و هر وقتم رویا رو میدیدم مریم باهاش بود. اونا مثل خواهر بودن. من در سال اولی که به آمریکا آمدم هرگز احساس غربت نکردم، به خاطر اینکه دوستای خوب زیادی داشتم. گروه‌های ایرانی زیادی وجود داشت که شروع کردیم و سمینار و کنفرانس برگزار می‌کردیم و گاهی شب‌ها برنامه فیلم دیدن دست جمعی داشتیم. من به خونه مریم میرفتم تا در آشپزی کمکش کنم. یه بار داشت بریونی که یه غذای ایرانی درست می‌کرد که قابلمه ته گرفت و اون سرگرمش بود. اون در حالی که داشت برنجو هم می‌زد آهنگ می‌ذاشت و باهاش شروع به خوندن می‌کرد.
اون یکم درونگرا بود. من فکر نکنم که اون همه مسائل درونیش رو برای ما بازگو می‌کرد. حتی برای ما که صمیمی‌ترین دوستاش در دانشگاه بودیم، مخصوصا در مورد اعتقادات سیاسی و دینیش. این نقطه‌ای که اینجا داریم نقطه اولیه نیست. من اولین بار مریم رو در کلاس‌های سمینار تحقیقاتیم دیدم که بسیاری از دانشجویان در این کلاس‌ها سمینار ارائه می‌دادند و در واقع مثل یک کلاس درس باز برای همه بود. در سال دوم مریم شروع به کار با مکمولین کرد. اون یه مقداری ناامید شده بود چون روی مسئله کار میکرد که نمیتونست حلش کنه. هیچی خوب پیش نمیرفت و من فکر میکردم یه راه حل خوب دارم، اما فهمیدم کاری که انجام میدادم کاملا اشتباه بود. بعد از چند ماه حل مسئله اون فکر میکرد که به هیچ جا نرسیده و اصلا خوشحال نبود. اون خیلی مطمئن نبود که کورتیس مکمولن استاد راهنماش به اندازه کافی بهش توجه میکنه. من به مریم پیشنهاد کردم که روی فرمول مکشین یه سمینار ارائه بده و اون یه سمینار بسیار زیبایی ارائه کرد. اون همیشه با یه لیست بلندی از سوالاتش به دفتر کار من میومد و سناریوهای مختلف ریاضیات نظری رو تشریح میکرد. ما کلی وقت صرف میکردیم که آیا اینا معنی میدن یا نه و چطور میشه باهاشون برخورد کنیم. عمده‌کار مریم میرزاخانی در مورد هندسه سطح بود، مثل سطح یک توپ یا سطح یک دونات که ریاضیدان‌ها اونو تورس میگن. پایان‌نامه دکترای مریم رو سوالات پایه‌ای در خصوص هندسه سطح متمرکز بود و در مورد اینه که اگه شما جایی روی سطح شروع به حرکت کنید و روی یه خط مستقیم راه برید چه اتفاقی میفته. بسته به نوع سطح مسیر شما ممکنه که به خودش نزدیک بشه. به عنوان مثال اگر شما روی یه سطحی مثل سطح کره زمین مستقیم راه برید، شما دارید دور یک دایره بزرگ راه میرید مثل اکوادور و راه شما به همون جایی که شروع کردین ختم میشه و همین وضعیت به همین شکل روی یه سطح دونات یا تورس اتفاق میفته. اگه شما مستقیم به سمت حفره داخلی دونات حرکت کنید، به سطح داخلی دونات میرید و از زیرش دور میزنید و در پشت دوباره به جایی میرسید که شروع کرده بودید. اما اگه به طور مستقیم در جهت متفاوتی روی سطح تورس حرکت کنید، مسیر شما ممکنه برای همیشه سطح و دور بزنه و هرگز به جایی که شروع کرده بودین برنگردید. پایان‌نامه دکترای مریم میرزاخانی برای مسیرهای مستقیمی تمرکز میکنه که به خودشون میرسن اما هرگز خودشون رو قطع نمیکنن. این مسیرها رو ریاضیدان‌ها سیمپل کلوزد کروز یا منحنی‌های بستگی ساده میگن. این منحنی‌ها به سادگی در مقوله یک کره و تورس قابل دسته‌بندی اما نه برای یک تورس با بیش از یک حفره. حلقه‌های ساده روی این جسم احتمالاً بسیار پیچیده‌تر هستند چون شما میتونین این حفره رو دور بزنید و به پشت اون برگردید. اولین کاری که اون در پایان نامه دکترای خودش انجام داد این بود که از یک مسئله خیلی طبیعی شروع کرد. شما یک سطح دارید که خیلی از یک کره یا تورس پیچیده‌تره. این شکل چند تا دستگیره داره که ما در ریاضیات به اصطلاح میگیم که جنس اون از یک بزرگتره. اون روی این سطح تعداد منحنی‌های ساده، یعنی تعداد حلقه‌هایی رو که خودشون رو قطع نمی‌کنن و طول ثابت رو دارن پیدا کرد. برای فهمیدن منحنی‌های بسته ساده سیمپل کلوزد کروز روی سطح شما باید هندسه دقیق سطوح رو بدونید و وقتی که ما راجع به یک تورس حرف می‌زنیم و یا یک تورس با دو حفره چیزی راجع به شکل سطح گفتیم اما نه همه چیزو. ممکنه منظور ما یک تورس چاق باشه و یا یک تورس دراز و لاغر. یک چیز شبیه به همین هم در مورد سطوح با بیش از یک حفره دوناتی صادقه. این سطوح یک هندسه پیچیده‌تری دارن که هندسه هایپربولیک نامیده میشن، اما دوباره باید جزئیات مربوط به هندسه رو مشخص کنیم. مثلا اینکه چقدر دستگیره‌های کلفت و نازکی دارن و شکل هندسی که ما انتخاب می‌کنیم تعیین کننده اینه که چه توده‌ای از منحنی‌های ساده بسته با طول‌های متفاوت وجود دارن و کجا هستن. یک مفهومی وجود داره که ریاضیدان‌ها اونو فضای مدولار میگن که اجازه میده شما تمام سطوح هندسی امکان پذیر رو در اون واحد اندازه‌گیری کنین. فضای مدولار مثل یه نقشه عمل می‌کنه و هر نقطه روی این نقشه ممکنه آدرس برای یک شکل هندسی باشه که میتونه روی سطح شما وجود داشته باشه. دونات چاق مورد علاقه شما در جایی از نقشه زندگی میکنه در حالی که دونات لاغر در یک آدرس دیگه زندگی میکنه و هر دو دوناتی که نسبتاً ضخامت مشابه دارن در یک همسایگی زندگی میکنن، در حالی که یک دونات با ضخامت متفاوت در جای دیگه‌ای زندگی میکنه. و زمانی که مریم میرزاخانی خواست تعداد منحنی‌های بسته ساده بر روی یک سطح خاص رو بشمره، همزمان فضای مدولار رو در نظر گرفت. و برای انجام این کار اون میبایستی حجم این فضای مدولار رو محاسبه میکرد. وقتی اون این مقادیر رو محاسبه کرد به یک معادله ساده ریاضی رسید که شامل یک سلسله اعداد اهم از اعداد حقیقی و عدد پی و غیره بودند و با پیدا کردن ارتباط بین اعداد و معادلات مربوطه و ربط دادنشون به همدیگه و با توضیحی که اون برای این اعداد و معادلات داد
در نهایت به اثبات جدیدی برای نظریه ریسمان‌ها در ریاضی فیزیک منتهی شد. ماکسیم کانستریچ به من گفت که مریم برای اون مسئله راه اثبات جدیدی پیدا کرده که راه حلش از اونی که خودش پیدا کرده خیلی بهتره و مفهومش این بود که با وجود اینکه اولین راه اثبات این قضیه نبود اما از همشون خیلی بهتره. این 3 مقاله پایان نامه اونو تشکیل دادن. در 3 مجله برتر ریاضیات به چاپ رسیدن. اینکه یه دانشجو بتونه این کارو انجام بده یه دستاورد بسیار نابه. حتی نوشتن در یکی از این مجلات امر باور نکردنیه. سالنامه ریاضی، یافته‌های ریاضی و مجله جامعه ریاضی ایالات متحده. مردم هنوز در حال خوندن اونا هستن و ازشون ایده استخراج میکنن. آدما با هم متفاوتن و روش‌های متفاوتی در حل مسائل ریاضی دارن. اما اگر شما میخواین یک ایده خوب و منطقی به دست بیارید، باید زمان رو صرف کنید و با صبوری به فکر کردن در موردش ادامه بدید و هرگز ناامید نشید. برگشتن به حل مسئله و حفظ اعتماد به نفس کلید رسیدن به یک ایده خوبه. اون به شدت متمرکز بود و رفتاری که وقتی در حال حل یک مسئله داشت به این شکل بود که همیشه میگفت من میتونم و قراره که این مسئله رو حلش کنم. هر زمانی که یه مشکل میدید میگفت که تنها باید این موضوع رو حل کنه. این امر مثل این بود که اون مشکلات رو زیاد جدی نمیگرفت. به جای پرسیدن سوال، اون به نوعی توصیف کردن موضوعات پیچیده رو از طریق ریاضیات آغاز می‌کرد. و این موضوعات خیلی بلند پروازانه و خلاقانه بودن. درست مثل یک فیلم. اون میتونست تمام سوالات مبهم ریاضی رو به شکل یک گستره جدید ریاضی در بیاره. اون بسیار دقیق و چرایی نگر بود و همواره میتونست مطالب رو در کنار یکدیگر قرار بده. اون در پیدا کردن جواب صحیح مسائل بسیار ماهر شده بود و من فکر میکنم این ویژگی از دیدگاه متفاوتی که داشت نشأت میگرفت. اون همواره مطالب رو پیش بینی می‌کرد و میتونست بفهمه هر تئوری که هنوز کشف نشده چگونه خواهد بود.